دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمودی هستم با یک دوره جدید در خدمت شما. دوره پاس کردن چالش $10,000 در 3 روز و در این ویدیو اول میخوام که کمی راجع به پراپ تریدینگ صحبت بکنم و بگم که اصلا چرا پراپ تریدینگ و اینکه مزیت‌هاش چیه، آیا به درد ما میخوره یا خیر. توی این بازار همه چیز بازی با اعداده. اگر بازی با اعداد رو بلد نباشید به ثروت نمیرسید. ممکنه سود کنید، پول در بیارید، مثلا روزی $50 در بیارید، روزی $30 در بیارید، اما به ثروت نمیرسید. شما باید بازی با اعداد رو توی این بازار بلد باشید. پس بریم با هم دیگه کمی با اعداد بازی کنیم و بازی با اعداد رو یاد بگیریم. حتما قبلا شنیدید که هر کسی هر چقدر پول بده همون قداش میخوره. این مثال رو میخوام من متصل بکنم به بازار سرمایه. این بازار اسمش بازار مالیه و مستقیم با پول، با دلار سر و کار داریم. به خاطر همینی که میگم اینجا بازی اعداده و من میخوام با مثال بهتون اینجا نشون بدم. قبل از اینکه مثال ها رو شروع بکنم میخوام بهتون بگم که یه کوچولو توی یک خط میخوام بهتون بگم که آیا این بازار به دردتون میخوره یا نه. دوستان عزیزم، اگر سرمایه ندارید و علاقه خاصی دارید که توی این بازار کار بکنید و ترید کردن بلدید، مثلا تحلیل تکنیکال بلدید، پرایس اکشن بلدید، ICT کار میکنید، اسمارت مانی کار میکنید، در کل علاقه خاصی به این بازار دارید اما سرمایه ندارید و اینکه یک سری قوانین رو از سمت این شرکت‌های پراپ میپذیرید، بهتر بگم که قوانین بیرحمانه. اگر ترید کردن بلدید، سرمایه ندارید و قوانین بیرحمانه پراپ تریدینگ ها رو میپذیرید، پراپ تریدینگ به درد شما میخوره. در غیر این صورت به درد شما نمیخوره. خب بریم سراغ مثال هایی که قرار بود بزنم و کمی با اعداد بازی کنیم. من این صفحه رو خالی میکنم و اینجا میخوام چند تا مثال براتون بزنم و بهتون بگم که هر کسی که هر چقدر پول میاره وسط آش میخوره. همونطور که بهتون گفتم اگر شما روزی $30 $20 $50 هم در بیارید به ثروت خیلی زیادی نمیرسید. اگر میخواید ثروتمند بشید، به پول خیلی زیاد، به یک نقشه گنجی برسید، نیاز به یک سرمایه خیلی بالایی دارید و پراپ تریدینگ مشکل شما رو حل میکنه. این شرکت ها مشکل شما رو حل میکنن. من با چند تا مثال ساده میخوام با اعداد بازی بکنم. خب بریم با هم دیگه شروع بکنیم. خب دوستان عزیزم، من دونه به دونه اینجا براتون مینویسم، به دقت به هم گوش بدید و با هم دیگه بریم جلو. ببینید، شما میدونید که وقتی میایید توی بازار فارکس، کمترین پولی که میارید وسط و میتونید باش کار بکنید $100. من با $100 شروع میکنم، میرم جلو و توضیحات لازم رو بهتون میدم. شما $100 میارید وسط و اینجا با این مثالی که میخوام بزنم من ماهانه 50% رو در نظر میگیرم. 1% و نسبت بالایی رو در نظر میگیرم و بعدها بهتون میگم که اگر شما 20% یا 10% ماهانه هم بگیرید واقعا شاهکار کردید و عالیه و به ثروت میرسید. حالا اجازه بدید که بریم جلوتر و نکاتش رو بهتون بگم، خودتون متوجه میشید. ببینید، شما $100 آوردید وسط و ماهانه 50% میخواید سود بگیرید. ما در نظر میگیریم که ماهانه 50% سود میگیریم. خب 50% $100 میشه چقدر؟ میشه $50. من یک بار دیگه بگم، $100 آوردیم وسط، یک ماه گذشته 50% سود گرفتیم و الان $50 سود کردیم. خب اگر پول ما بیشتر بود چه اتفاقی می افتاد؟ اگر پول ما $1,000 بود و ما همین 50% رو می گرفتیم، الان چقدر سود کرده بودیم؟ من اینجا براتون بنویسم. اگر $100 داشتیم $50 سود می کردیم، 50% $1,000 میشه $500. پس می بینید که بازی با اعداده و شما اگر که اعدادتون تغییر کنه، نتایجی که میگیرید هم تغییر میکنه. من همینطوری میرم جلوتر و توضیحات رو بهتون میگم. فرض کنید که
یک چالشی رو در نظر گرفتید، مثلا $10,000 و پول شما الان $10,000 و سودی که میکنید همون 50% رو در نظر میگیریم. خب الان چقدر پول دارید؟ الان چقدر سود کردید؟ الان شما $5,000 سود کردید. وقتی بهتون میگم این بازار بازی با اعداده، دقیقاً همینه، از همین حرف میزنم. ببینید شما اگر که $100 بیارید 50% سود بگیرید، یعنی خیلی تلاش بکنید، هر روز ترید بکنید، تریدای خوب بزنید، سود بکنید و 50% در طول یک ماه بگیرید، $50 سود کردید. اما اگر سرمایه اولیتون $1,000 باشه و همونقدر تلاش بکنید، $500 سود میکنید. و اگر که $10,000 پول داشته باشید و همون میزان تلاش بکنید، نتیجهتون میبینید که تغییر میکنه و $5,000 در آخر ماه سود کردید. خب حالا اگر که عددمون بیشتر بشه چطور؟ بشه $100,000. با شرکت‌های پراپ شما میتونید حساب‌های $100,000 بگیرید، $200,000 بگیرید و اون رو تا $1,000,000 هم رشد بدید. من عدد رو تغییر میدم، $100,000 و بریم ببینیم که نتیجه چی میشه. من فعلا همون 50% رو در نظر گرفتم برای کل این مثال و بعداً میبینید که اگر شما یک حساب خیلی بزرگی داشته باشید و در طول یک ماه 5%، 8% هم سود بگیرید، دقت کنید در طول یک ماه 8% سود بگیرید، به یک سود بسیار خوبی خواهید رسید و نتیجه بسیار خوبی خواهید گرفت. پس بهتره که بازی با این اعداد رو یاد بگیریم. ببینید شما اگر که $100,000 پول داشته باشید و 50% سود بگیرید، در طول یک ماه چقدر سود گرفتید؟ بله، $50,000 سود میکنید. 50%، من اینجا بنویسم که اشتباه نکنیم. 50%. اگر شما $100,000 پول داشته باشید، 50% بگیرید، $50,000 سود میکنید. پس میبینید که بازی اعداده. $50,000 دوستان عدد کمی نیستا. $50,000 معادل 2,500,000 هستش. $5,000 هم عدد کمی نیست. $5,000 میشه 250 میلیون تومان. $500 هم عدد کمی نیست. $500 هم میشه 25 میلیون تومان. $50 هم عدد کمی نیست. $50 هم میشه 2,500,000. میبینید بازی اعداده. اگر $50 ماهانه سود کنید میشه 2,500,000. $500 سود کنید میشه 25 میلیون تومان. $5,000 میشه 250 میلیون تومان و $50,000 میشه 2,500,000. خب اگر شما این سرمایه رو رشد بدید، چون بازی اعداده و من میخوام اینجا مثال رو بزنم، $1,000,000 رو هم اینجا براتون مثال میزنم. شما اگر یک حساب $100,000 بگیرید، $200,000 بگیرید و اون رو تا $1,000,000 رشد بدید و اگر که ماهانه همون 50% رو بگیرید، این نکته رو بهش دقت کنید که 50% خیلیه و اینجا فقط داریم مثال میزنیم، میخوایم بازی با اعداد رو یاد بگیریم و بعدم بهتون میگم که شما کافیه که فقط ماهانه 5% الی 8% سود بگیرید و این عدد قابل قبولی هستش. بعدم مثالش رو بهتون میگم. اینجا فقط با هم ببینیم که اگر $1,000,000 پول داشته باشیم و 50% سود بگیریم، در طول یک ماه چقدر سود گرفتیم؟ بله، $500,000 ما سود گرفتیم. $500,000 اصلا پول کمی نیست. اگر به تومان تبدیلش بکنید حدوداً یه چیزی هولوش 25 میلیارد تومان میشه و همونطور که مشاهده میکنید بازی اعداده و من فکر نمی کنم که 90% جامعه $1,000,000 پول داشته باشن و اون رو بیارن توی بازار فارکس. الان میریم سراغ مزیت‌های پراپ و اونجا بهتون میگم که چه مزیت‌هایی داره. یکی از مزیت‌هاش اینه که شما یک سرمایه بسیار زیادی رو میتونید بگیرید بدون اینکه روی سرمایه خودتون ریسک کنید، بدون اینکه امضا به کسی بدید.
شما میتونید این $1,000,000 داشته باشید، اصلا بزنید خرابش کنید، از بین بره، اما هیچ امضایی به کسی ندادید و سرمایه خودتون هم نبوده و میتونید روش کار بکنید دیگه. به قولی تهش رو گفتم که چه اتفاقی قرار بیفته و ریسک خیلی بالایی روی سرمایه خودتون نمی‌کنید. پس توی این بازار هر کی هر چقدر که پول بده آش میخوره. این ضرب المثل رو توی ذهنمون داشته باشیم. خیلی‌ها براشون سواله که وقتی میایم توی این بازار چقدر پول بیاریم. اگر که مبتدی هستید که بحثش جداست، شما باید برید روی حساب دمو کار بکنید، استراتژی یاد بگیرید، تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، اینا رو یاد بگیرید، فاندامنتال یاد بگیرید، روی حساب دمو کار بکنید و خیلی زمان بره. حداقل 6 ماه 1 سال طول میکشه که شما بتونید سودده بشید و بعد از اینکه سودده شدید و تونستید یک حساب رو رشد بدید. ببینید من یک بازه زمانی بهتون گفتم ممکنه برای یک نفر کمتر طول بکشه، مثلا از قبل کار میکرده، چند سال ول کرده و دوباره میخواد شروع بکنه. ممکنه که برای این فرد بازه زمانی کمتری طول بکشه. هر فردی با فرد دیگری متفاوت خواهد بود. من این صحبت رو کردم که بدونید برای هر فردی که مبتدی در حد لول متوسط یا حرفه‌ای، این عدد براش فرق میکنه. خب کسی که مبتدی الان $1,000,000 بهش بدیم، خب معلومه که خرابش میکنه و نه میتونه اصلا این حساب رو، این چالش رو پاس بکنه. پس شما یک لولی باید توی این بازار داشته باشید. مثلا بتونید یک حساب $100 رو رشدش بدید، بکنیدش $200. من توی پیج اینستاگرام اگر نگاه کرده باشید بارها این کارو کردم. $100 آوردم، اون رو شروع کردم به رشد دادن و کردمش $200، کردمش $300. و یا اینکه یه چالش $200 داشتیم، $200 رو تبدیل کردیم به $400. پس شما هم باید این کار رو برای خودتون انجام بدید و بدونید که مثلا $200 رو میتونید 100% رشدش بدید و بکنیدش $400. هر موقع تونستید این کار رو انجام بدید قطعا میتونید با این آموزش‌هایی که بهتون میدم چالش‌های پراپ رو پاس بکنید و با این اعداد بیاید بازی بکنید و امیدوارم که به این اعداد دست پیدا بکنید و خیلی شیرینه، واقعا شیرینه. امیدوارم که بهش دست پیدا بکنید و ماهانه $500,000 $5,000 $50,000 بتونید پول به دست بیارید. خب مجدد یک بار دیگه با هم ببینیم. اگر شما $100 بیارید و خیلی تلاش بکنید، خیلی زحمت بکشید، صبح تا شب پای چارت باشید، موقعیت‌های خوب رو شناسایی بکنید و ریسکش رو به جون بخرید و خیلی زمان صرف کنید تا در طول 1 ماه بتونید 50% سود بگیرید، با $100 که آوردید $50 به دست میارید. ولی من تهش رو بهتون نشون بدم، اگر همین تلاش رو انجام بدید، وقت رو بذارید، زمان بذارید، موقعیت‌های مناسب رو شناسایی بکنید، ترید بزنید، اما عددتون $100 نباشه و $1,000,000 باشه، نتیجه شما میشه $500,000. امیدوارم که متوجه شده باشید و بازی اعداد هستش. این یک مثالی بود در مورد سرمایه اولیه و اینکه شما هر سرمایه‌ای که داشته باشید و یک تلاش متوسط روش انجام بدید، اگر که سرمایه‌تون $100 باشه، $1,000 باشه، $10,000 باشه، $100,000 باشه یا $1,000,000 باشه، نتیجهش قطعا متفاوت خواهد بود. خیلی ها هستن که سرمایه $1,000,000 $100,000 $10,000 $5,000 رو ندارن و این شرکت ها هستن که میان این سرمایه رو به شما میدن. بریم سراغ مزیت‌های پراپ تریدینگ. بهتون بگم که چه مزیت‌هایی داره و در انتهاش بهتون میگم که چه معایبی هم
خواهد داشت. در ابتدای ویدیو بهتون گفتم که پراپ تریدینگ به درد چه کسایی میخوره. اگر شما تریدر هستید و سرمایه ندارید و میتونید یک سری قوانین رو به جون بخرید و البته قوانینش قوانین بیرحمانه‌ای هست، حالا جلوتر توی یک ویدیو جداگانه در مورد قوانین باهاتون صحبت میکنم. یک سری قوانین پنهان داره که هر کسی بهتون نمیگه. برای مثال بهتون میگن که 5% روزانه میتونید درودان داشته باشید، اما این 5% یک سری موارد پشت پرده داره که باید باهاتون صحبت بکنم. پس توی یک ویدیو جداگانه در موردش صحبت میکنم. من همه اینا رو پاک میکنم، بریم سراغ مزایای پراپ تریدینگ. من دونه بدونه اینجا براتون مینویسم و در موردش صحبت میکنم. خب دوستان عزیزم، بریم سراغ مزیت‌های پراپ تریدینگ. من یک سری موارد رو اینجا براتون لیست کردم، در موردشون صحبت میکنم. اگر که نیاز دارید اطلاعات بیشتری به دست بیارید میتونید برید گوگل کنید و در مورد مزیت‌ها و معایب پراپ تریدینگ تحقیق بکنید. خب اولین مورد دسترسی به سرمایه بزرگ هستش. من اومدم با یک مثال بازی با اعداد رو بهتون یاد دادم و بهتون گفتم که اگر شما $100 پول داشته باشید، خیلی زحمت بکشید و 50% سود بگیرید، در نهایت $50 سود کردید. اگر همون انرژی رو بذارید و روی سرمایه $1,000,000 کار بکنید، $500,000 پول به دست میارید. پس میبینید که تلاش یکیه و سرمایه ها فرق میکنه و نتایج هم متفاوت خواهد بود. پس شمایی که سرمایه زیادی ندارید، مثلا $10,000 $100,000 $1,000,000 ندارید، با شرکت های پراپ میتونید به سرمایه های بزرگ دسترسی داشته باشید. پس یکی از مزایای پراپ تریدینگ این هستش که به سرمایه های بزرگ دسترسی خواهید داشت. دوستان دقت کنید، الان بحث من این نیستش که پراپ تریدینگ خوبه یا بده. توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت میکنم، در مورد نکاتش بهتون میگم، در مورد قوانینش بهتون میگم که کجاها دارن شیطونی میکنن، کجا شیطونی نمیکنن، رو راستن، صادقن. در مورد همه این موارد در طول دوره باهاتون صحبت میکنم. اینجا فقط دارم از مزیت‌های پراپ بهتون میگم، در نهایت در انتها از معایبش هم بهتون میگم. خب بریم سراغ مورد دوم، عدم نیاز به ریسک بر روی سرمایه شخصی. فکر نمی کنم نیاز به توضیح خاصی داشته باشه. ببینید شما وقتی که روی سرمایه خودتون دارید کار میکنید، فکرتون درگیره، ذهنتون درگیره و هر چقدر، ببینید این تجربه شخصی منه، بذارید ببینم میتونم بهتون نشون بدم. این تجربه شخصی منه، هر چقدر که پولتون کمتر باشه، درگیری ذهنی شما بیشتره. من اینجا براتون بنویسم اگر میخواید یادداشت کنید، چون که واقعا تجربه شخصیه. شاید خیلی ها بهتون نگن، شاید توی گوگل، اینترنت این ور اون ور پیدا نکنید. پس هر چقدر که سرمایه شما کمتر باشه، درگیری ذهنی شما بیشتر خواهد بود. شاید براتون سوال پیش بیاد که چرا؟ الان بهتون میگم، یک مثالی میزنم. من برای هر حرفی که میزنم دلیل دارم. خب دوستان ببینید، من خودم هم از یه جایی شروع کردم. بالاخره وقتی که متولد شدم که توی فارکس کار نمی‌کردم، از یه جایی شروع کردم و با سرمایه کم شروع کردم، شکست خوردم، چندین بار سرمایه آوردم، از بین رفته و آموزش دیدم، تمرین کردم، خیلی روزهای زیادی رو سپری کردم، شبها نخوابیدم، درگیرش بودم. خلاصه سرتون رو درد نیارم، نتیجهش رو اینجا بهتون میگم. هر چقدر سرمایه شما کمتر باشه، درگیری ذهنی شما بیشتره. چرا؟ الان بهتون میگم. ببینید دوستان، وقتی که شما $100 بیارید توی این بازار، اینجا براتون ریز بنویسم، وقتی که $100 بیارید، کمترین مقدار، و میدونم که خیلی‌ها که پول کمی میارن، این نکته رو دارم ضمیمه همین مورد میکنم. کسایی که پول کمی میارن دوست دارن که خیلی زود اون رو رشد بدن و پول زیادی به دست بیارن.
من خودم هم همینجوری بودم، خیلی صادقانه دارم بهتون میگم. $100 که میارید نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید و حجم 1/100 بزنید. نمیتونید خودتون رو کنترل بکنید. یه جایی هست تحلیل میکنید میبینید که وای چه موقعیت عالی برام پیش اومده، چرا 100 بزنم؟ بذار 1/10 بزنم و اگر قرار $10 به دست بیارم بذار $100 به دست بیارم و $100 هم بشه $200. چرا بشه $110؟ من خودم 1852 بار درگیر این مشکل شدم. نمیخوام روانشناسی یادتون بدم و دارم در مورد همین موضوع باهاتون صحبت میکنم. انشالله اگر قسمت بود توی دوره‌های بعدی، توی دوره‌های پیشرفته تر در مورد ذهنیت و روانشناسی فردی باهاتون صحبت میکنم و همه این موارد رو اونجا با هم دیگه بررسی میکنیم. فقط دارم چند تا نکته تجربی که به دست آوردم رو بهتون میگم. پس این مورد خیلی شایعه، همه گیره و همه سودای یک شب پولدار شدن رو دارن و این مورد خیلی شایعه. ممکنه شما 5 تا 100 بزنید همش سود بشه و بگید که چرا توی معامله بعدی 1/10 نزنم، چرا بیشتر نزنم، چرا 2/10 نزنم، 5/10 نزنم. این کارو میکنید، میدونم که خیلیاتون میکنید، شیطونی میکنید، این کارو میکنید و توی 10 تا معامله $20 سود کردید. مثال رو دقت بکنید، توی 10 تا معامله $20 سود کردید، پولتون شده $120. توی معامله بعدی شیطونی میکنید، به جای اینکه 100 بزنید 1/10 میزنید، 5/10 میزنید و اینجا به جای اینکه سود بکنید ضرر میکنید. این معامله بعدیتون ضرر میشه. شما $50 ممکنه از دست بدید. این مورد خیلی شایعه دوستان، خیلی شایعه که دارم مثالش رو میزنم. من هیچی نباشه با 5000 نفر، با 6000 نفر، با 10000 نفر سر و کله زدم و باهاشون صحبت کردم. میدونم که مشکل عمده تریدرها یا خرده تریدرها چی هستش. پس این مثالی که براتون دارم میزنم رو خیلی بهش دقت بکنید. $120 پول داشتید، به اضافه این سودی که کرده بودید $50 میره، میمونه چقدر؟ میمونه $70. خب دوستان این خیلی بار روانی زیادی داره. ببینید به خاطر همین میگم هر چقدر سرمایه کمتر باشه درگیری ذهنی شما بیشتره. شما $100 پول داشتید، $20 هم سود کردید، شده میدونم که برای این $20 که اینجا سود کردید خیلی هم تلاش کردید، چون که با سرمایه کم سود کمی براتون به دست میاد. خب در نهایت $70 براتون میمونه. دقت بکنید از سرمایه اولیه‌ای که آورده بودید هم $30 کمتر شده و این نمیدونید چه بار روانی منفی براتون داره. من اینجا بهتون میگم که قطعا توی معامله بعدی هم ضرر میکنید با این ذهنیتی که براتون به وجود اومده. میخواید جبران بکنید، حداقل $30 که تا $100 فاصله دارید رو میخواید جبران بکنید. پس دیگه نمیرید سراغ 100 دوباره 1/10 میزنید، دوباره 2/10 میزنید و $70 تبدیل میشه به $50. چی شد؟ 50% از سرمایه‌تون رفت. اینجا دیگه شما یا از بازار میایید بیرون میگید که $50 هم رو نجات بدم، یا میگید که بذار برم $50 که ضرر کردم رو به دست بیارم. اینجا خیلی بار منفی داره و واقعا خیلی باید رو خودتون مسلط باشید که بتونید کم 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 100 200 معامله بزنید و ببینید چقدر زمان باید بذارید، چقدر باید معامله خوب بزنید که $50 مجدد بشه $100. پس میبینید هر چقدر سرمایه شما کمتر باشه درگیری ذهنی شما بیشتره. من خیلی براتون مثال زدم و در طول دوره هم خودتون مشاهده میکنید. اگر این $100 شما، من مجدد اینجا ریز می نویسم، اگر $100 شما اینجا $10,000 باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر شما $10,000 آورده باشید
و فقط 1% سرمایه شما از بین بره، چه اتفاقی میفته؟ بله، 1% $10,000 میشه $100. خیلی راحت. ببینید شما وقتی 1% از سرمایه‌تون از بین میره، $100 از بین رفته و واقعاً $100 توی $10,000 گمه و قابل جبران. شما با یه معامله، 2 تا معامله میتونید $100 که از بین رفته بود رو مجدد احیا بکنید و به دست بیارید. پس ذهن شما انقدری درگیر نمیشه. حالا شاید با اعداد کم کار کرده باشید و متوجه حرف من نشید. اگر برید با حساب‌های $10,000 $100,000 و $200,000 کار بکنید، خودتون متوجه میشید. البته خودتون رو برای این اعداد باید آماده بکنید. اما شما $100 آورده باشید و $100 تبدیل بشه به $50، 50% از پولتون از بین رفته و این بار روانی خیلی زیادی برای شما داره. خب من میگذرم از این مثال چون که کامل توضیحش دادم. پس این نکته رو یادتون باشه و تجربه خود من هم هست. هر چقدر سرمایه شما کمتر باشه، درگیری ذهنی شما بیشتره. در مورد گزینه دوم داشتیم صحبت می‌کردیم، عدم نیاز به ریسک بر روی سرمایه شخصی، و بهتون گفتم که 90% تریدرها سرمایه کمی دارن، درگیری ذهنی بالایی دارن و ریسک زیادی رو روی سرمایه خودشون دارن انجام میدن. اگر که شما از حساب پراپ استفاده بکنید، روی سرمایه شخصی خودتون ریسک نکردید. حالا چالش های پراپ هم توضیحات خاص خودش رو داره. مثلا شما $100 هزینه میکنید، توی یک چالشی شرکت میکنید، اگر اون چالش رو پاس بکنید $100 رو هم بهتون پس میدن. علاوه بر این که اون حساب رو بهتون میدن، پولی که هزینه کرده بودید رو هم بهتون پس میدن. پس وقتی که چالش رو پاس میکنید، روی سرمایه شخصی خودتون ریسک نمی کنید. خب این هم از مزیت دوم پراپ تریدینگ. بریم سراغ مزیت سوم. مزیت سوم عدم نیاز به ضمانت دادن به سرمایه گذار هستش. خب از تیتری که اینجا نوشتم کاملا مشخصه. شما وقتی که یک چالشی رو شرکت میکنید، وقتی که اون رو پاس میکنید، حساب رو بهتون میدن، پولتون رو پس میدن، اون پول اولیه رو بهتون پس میدن و هیچ گونه ضمانتی نمیدید که آیا من این حساب رو قراره که خرابش بکنم، از بین ببرمش. اگر طبق این قوانین برید جلو، حسابتون رو میتونید رشد بدید، میتونید پولتون رو برداشت بکنید. اگر هم خدایی نکرده قوانین رو نقض کردید، اون حساب رو از شما میگیرن و دیگه هیچ خسارتی رو قرار نیست که پرداخت بکنید. پس این مورد هم از مزیت‌های پراپ تریدینگ هستش. فناوری و زیرساخت. مورد چهارم فناوری و زیرساخت هستش. دوستان اگر قسمت‌های بعدی ویدیو و این دوره رو مشاهده بکنید، ما یک قسمتی داریم توی حساب‌های پراپ به اسم آنالیز و اونجا بهتون نشون میدن که درودانتون در طول یک روز چقدر خورده شده، درودان کلی شما چقدره، آیا میتونید ادامه بدید یا نمیتونید ادامه بدید و در واقع جزو قوانینشون هست و از شما یک معامله‌گر منظم میسازد. دوستان حساب‌های پراپ هر چقدر هم بیرحم باشن، شما رو شکست بدن، خیلیا بگن کلاهبرداری و از این حرفا، اما در نهایت از شما یک معامله‌گر منظم میسازه. در واقع یک مربی بسیار بیرحم هستش که از شما معامله‌گر منظم میسازه و این چیزیه که هر تریدری لازم داره. حتما یک چالش شرکت بکنید. حتما یک چالش شرکت بکنید. چرا؟ چون که این قوانین رو یاد میگیرید و هر تریدی که میزنید وقتی که داره میره توی ضرر، میدوید میاد این درودان روزانه رو نگاه میکنید. من خودم اینجوری بودم که دارم این صحبت رو میکنم. هر تریدی که میزنید سود میکنید، ضرر میکنید، میدوید میاد توی قسمت آنالیز نگاه میکنید که این درودان روزانه‌تون یا این درودان کلیتون چقدر ازش رفته و چقدر فرصت دارید که در طول یک روز
دوباره ترید بکنید یا نکنید. مثلا یه ترید میزنید ضرر میکنید، اینجا میاد میبینید که درودان روزانه‌تون مثلا انقدرش مصرف شد، مثلا $100 دیگه میتونید ضرر بکنید و میرید معامله میکنید، جبرانش میکنید، ضررهاتون رو جبران میکنید. دوباره میاد قسمت آنالیز رو نگاه میکنید، انقدر میاد این کار رو انجام میدید، این ظرفیت روزانه شما مثلا انقدرش پر شده و اگر این مقدار ضرر بکنید و درودان شما این مقدار رو هم پر بشه، دیگه حساب رو از شما میگیرن. پس اون روز دیگه معامله نمی کنید و این قسمت رو میذارید باقی بمونه. چرا؟ چون که روز بعد این دوباره صفر میشه، ریست میشه و شما مجدد حق دارید که این مقدار ضرر بکنید. سعی کردم که با یک مثال بهتون توضیح بدم. پس نکته اول، حساب‌های پراپ از شما یک معامله‌گر منظم می‌سازن. نکته دوم که در مورد فناوری و زیرساخت بود، یک قسمت آنالیز در اختیار شما قرار میدن که خیلی کامل‌تر از اینه و اگر ویدیوهای بعدی رو ببینید قطعاً متوجه میشید. درودان روزانه داره، درودان کلی داره، پروفیت فاکتورتون رو نشون میده، دونه به دونه معاملاتتون رو نشون میده، ضرر کردید، سود کردید، همه رو بهتون نشون میده و بهتون نشون میده که به صورت کلی چقدر هنوز فرصت معامله دارید و در طول یک روز چقدر فرصت معامله دارید. و این خوبه دیگه و این جالبه. اگر شما هم برای خودتون که روی سرمایه خودتون دارید ترید میکنید، این قسمت آنالیز رو به خودتون اضافی بکنید، خیلی عالیه. مثلا به خودتون بگید که من $1000 پول دارم و بیشتر از 5% اگر در طول یک روز ضرر کردم دیگه معامله نمی کنم، یا اگر 3 تا ضرر پشت سر هم کردم در طول یک روز دیگه معامله نمی کنم. پس این عالیه و از شما یک معامله‌گر منظم می سازه. دوست داشتم که به صورت یک مثال این مورد رو هم بهتون توضیح بدم و این مورد شامل موارد دیگه‌ای هم میشه که جلوتر بهتون میگم. فقط این قسمتش رو دوست داشتم در موردش صحبت بکنم با ذکر مثال. خب بریم سراغ مورد بعدی، پاداش بر اساس عمل کرد. دوستان عزیزم، اگر که قسمت قوانین رو بهتون بگم و در موردش صحبت بکنم، اونجا خیلی دقیق‌تر متوجه این گزینه خواهید شد، اما خیلی سریع بهتون میگم و ازش رد میشیم. شما اگر که یک حساب رو پاس بکنید و حساب ریل بهتون بدن و کار بکنید، 80 الی 90% سودی که میکنید برای شماست و بقیهش برای حساب پراپ هستش. مثلا شما حساب $10,000 گرفتید، پاس کردید و دارید روش کار میکنید، ماهانه 8% حساب رو رشد میدید یا 10%، 20%، حالا هر چقدر اون رو رشد میدید. 80% پولی که به دست آوردید برای شماست، اون پاداش برای شماست و 20%ش برای حساب پراپ هستش. شرکت‌های مختلف متفاوت خواهند بود، مثلا حساب پراپی، حساب سرمایه گذار برتر، اینا ممکنه متفاوت باشن چون که با هم دیگه دارن رقابت میکنن. من در حال حاضر مزیت‌های بیشتری رو دارم میبینم که هر شرکتی داره رقابت میکنه و یک سری موارد جدید رو داره برای خودش اضافه میکنه. مثلا یک سری پلن A دارن، پلن B دارن که جلوتر در موردش باهاتون صحبت میکنم و فقط توی این مورد در همین حد بهتون بگم که پاداش بر اساس عمل کرد، یعنی عمل کرد شما هر چقدر که بهتر باشه پاداش بیشتری دریافت میکنید. نکته اولش این بود که 80% پولی که به دست میارید برای شماست، پس هر چقدر که بیشتر تلاش بکنید بیشتر پاداش میگیرید. این یه نکته. نکته بعدی این که حساب شما رو تا $1,000,000 هم رشد میدن. دوستان ممکنه که شما حساب $10,000 گرفته باشید و حسابتون رو 30%، 40% رشد میدید و نگاه میکنن که شما تریدر حرفه‌ای هستید. 30% به حساب اصلی شما ممکنه اضافی بکنن یا بیشتر، ممکنه که در آینده بیشتر هم بشه.
حالا قوانین رو بهتون توضیح میدم و اونجا دقیق نوشته که چقدر میتونید حساب خودتون رو رشد بدید. همونطور که بهتون گفتم اگر ترید های خوبی بزنید به شما نگاه میکنن، میبینن که $10,000 داشتید، حسابتون رو ماه به ماه دارید خوب رشد میدید. $10,000 شما رو برای مثال میکنم $100,000. البته برای مثال گفتم، کمتره. این کار رو برای شما انجام میدن، پس پاداش بر اساس عمل کرد. بریم سراغ گزینه بعدی. مزیت بعدی رقابت با تریدرها هستش. همه آدم‌ها در طول دوران زندگیشون، حالا اگر یه سریار فاکتور بگیریم، اما بیشترشون این حس رقابت رو دارن، اون حس چشم و همچشمیه رو دارن و دوست دارن که با بقیه مدام در حال رقابت باشن. توی صفحه اول سایت پراپی رو اگر برید مشاهده بکنید، البته توی ویدیوهای بعدی در موردش صحبت کردم، میاد و 10 تریدر برتر رو نشون میده که امیدوارم شما هم اسمتون جزو این 10 تریدر برتر باشه. پس شما وقتی که توی پراپ تریدینگ دارید کار میکنید، با بقیه تریدرها هم به رقابت میپردازید و یکی از نکاتی که میتونم اینجا بهتون بگم همینه، اسامی 10 تریدر برتر رو توی سایتشون نشون میدن و البته پاداش هایی رو هم براشون در نظر میگیرن و یک سری مسابقه هم در طول ماهای خاصی برگزار میکنن و جوایز خاصی رو هم بهشون میدن. پس این مزیت هم وجود داره. مزیت بعدی و مزیت آخر ما، البته مزیت های بسیار زیاد دیگه هم وجود داره و من فقط همین چند تا رو لیست کردم. واریز و برداشت ساده. شما خیلی ساده با حساب بانکیتون میتونید واریز پول داشته باشید، چالش رو میتونید خیلی راحت تهیه بکنید و وقتی که حسابتون رو رشد دادید خیلی راحت میتونید سودتون رو درخواست بدید و برداشت بکنید. البته به 2 صورت هستش، هم واریز و هم برداشت. وقتی که میخواید توی حساب پراپ تریدینگ یک چالش رو تهیه بکنید، هم میتونید به صورت ارزهای دیجیتال واریز بکنید و هم میتونید از حساب بانکیتون این کار رو انجام بدید. برای برداشت هم من دیدم که بیشتر به صورت ارزهای دیجیتال هست، پس میتونید یک کیف پول داشته باشید، برای برداشتتون درخواست بزنید مثلا به بیت کوین براتون واریز بکنن، حساب میکنن به صورت رمز ارز براتون واریز میکنن. این هم از مزیتی که وجود داره. خب دوستان عزیزم، از مزیت‌های پراپ تریدینگ بهتون گفتم، بریم از معایبش هم بهتون بگم. یکی از عمده معایبی که پراپ تریدینگ ها دارن قوانین بیرحمانه‌ای هست که گذاشتن و یک سری، من خودم این جمله رو دارم میگم و این جمله رو خودم ساختم، یک سری قوانین پشت پرده هم دارن که خیلی ازش خبر ندارن. مثلا اینا اومدن 4 تا دونه قوانین گفتن، اما یک سری تبصره هم داره که شما رو اذیت میکنه و خیلی ها نمیتونن این حساب ها رو، یعنی این چالش ها رو پاس کنن. شما چالش رو پاس کردید، میایید درخواست میدید که برید مرحله بعدی، اما جوابی که دریافت میکنید ناراحت کننده است. مثلا میگن این 2 تا تریدی که زدی توی تایم خبر بوده و اینا رو میان حذف میکنن. شما مجدد باید برید ترید کنید و حساب رو پاس میکنید، مجدد درخواست میدید، یک ایراد دیگه میگیرن ازتون. ایرادای بنی اسرائیلی زیاد میگیرن دیگه، خلاصه خودتون رو باید آماده بکنید. پس یکی از معایب پراپ تریدینگ، البته معایب زیادی ممکنه داشته باشه، یکی از معایب بسیار بزرگ پراپ تریدینگ اینه که قوانینش بسیار بیرحمانه است، بسیار ناراحت کننده است. اول ویدیو هم بهتون گفتم اگر میتونید با این قوانین کنار بیایید پراپ به دردتون میخوره، در غیر این صورت میتونید برید روی حساب‌های شخصی خودتون کار بکنید. و همونطوری که بهتون گفتم توی ویدیوهای بعدی یک ویدیو جداگانه براتون ضبط میکنم به اسم قوانین پشت پرده پراپ ها. اونجا میام نکات مهم رو براتون لیست میکنم، به همین صورت بهتون میگم و قوانین پشت پرده رو هم بهتون میگم که مواظبش باشید و اگر رعایت بکنید خیلی ساده حسابهای پراپ رو
پاس میکنید. خب دوستان عزیزم، فکر میکنم برای این ویدیو کافیه. فقط توی این ویدیو فقط میخواستم بهتون بگم که چرا حسابهای پراپ و مزیت‌هاش چیه، معایبش چیه. و همونطور که بهتون گفتم ممکنه معایب زیاد دیگه هم داشته باشه و یکی از عمده معایبی که من خودم دیدم همین قوانینش میتونه باشه که اگر قوانین رو حفظ بکنید، رعایت بکنید و قوانین پشت پرده که من بهتون میگم رو رعایت بکنید، این قوانینی که خیلی ها ازش غول ساختن برای شما کوچیک میشه و میتونید اون رو پاس بکنید. امیدوارم که اسمتون جزو لیست تریدرهای برتر پراپ هم باشه. دوستتون دارم. بریم سراغ ویدیوهای بعدی.